خب بچه امروز موضوع درس ما و شما است الف. بگین الف. الف. ری. چی؟ ری. اوه آفرین. تو معلومه تا نشانش غلط کو ها؟ من نمی‌دونم گنجش که از پیشم خطا نمیخورد. تو نشان مرا غلط. تو میفهم من میال غلق میگیرم گنجش بزنم. تک خطا نمیخورد. تو نشان مرا. نشان مرا. تو باش تو. نشان مرا. خب معلم صاحب ری وری بودم تو ری وری خو ری معلم تا ری و شاگردا فرق میکنه. فهمیدی؟ پتلون بگی توی را قایم بگی تو هم بگی الف و استاد قد الف شاگرد فرق میکنه. یگان الف هاست کمر چوک شده از بس که الف گری کده. استاد غلطیشه میگیری ها؟ استاد غلطیشه میگیری؟ الف میفهمی اگه جیم هم نوشته کنم باید تو الف بخوانی. الف ما فرق میکنه قد الف شما. ریش با فرق میکنه. والا استاد میفهمی الف های نوشته میکنه که جیم واری است. تو باید امروز الف بخوانی. چی میخوانی؟ الف باید بخوانی. وی خو ری وری بی تو کمرش کم شده. قد استاد دلیل نگو. قد استاد مکم بگی. دلت از بفته آبرین برا. بشی. آره. بیا اینجا بخیر. بیا اینجا بون کتاب چیتا یه قایم بگی از اینجا اینم تو نفته کجای درس با کجا بود؟ ره بگه ره الف. تو باز زمین رقمی کارا کرده رسیدی؟ پیشتر که من میگفتم الف بگو ره میگفتی. حالا ره را میگه الف. خب ری شما الف از الف شما ری هست. برای اصلا تو برای قایم میگه آبرو بره قایم برای تست برای بوتای مرد برو بوتای ما بیار عزیز تو بیا عزیز تو بیا هلا تست شو بیا بت استاد شو قایم بگینه یفتید. خب بچه های چی هست؟ الف هست. کلتان برایم تابان نفهمیدی گره استاد قد الف شما فرق داره. برای نه بیا بگیره. یک نفر خو لایق باشه که در پتلون گرفتن. برای تو برای اگه همه قسم استادا باشه از این که که مکتب نبیاییم خوب است. شاباس. این چی است؟ میری والا گوشت کجاست؟ دوست عزیز سایکو برادر من امین ما در راه روان بودم. ما محصل هستم میرم پانتون. خونخورسا که گفتم میدونم بده جوی یا دم درای شما 2 روز 3 روز کلاب میرین بس بعد از اندامای تان نشان یک میتین. آدم که آمد که برشانه داشت خدا گوشه کنه او بغل پارت میده جوی ها نه ما گناه ما چی از مرد جوی میپرتی. برو دیگه 2 روز میرین با کلاب زیبایی اندام میکنین. اونم کلش پروتین خورده. کل پیچکاری است. اونو پیچکاری از پروتینا استفاده میکنین. گپ ندن برو زبان مرا وگار کردی. برو دیگه ورزش خاطر ازی میکنین که مظلوم آزاری کنین. برو یک روز از کلاب پیچ شده است. از کلاب رفتن تو یک روز شده. پروتین ها که بینیتا میخورم. ای بابا
این ورزش خاطر چی میکنی شما شما؟ کورا سینه میبینی؟ برو دلیل نگو که ما دلیل نگو که ما دلیل نگو دلیل نگو این که ورزش و اخلاق ورزشی را یاد بگیری کمان که اخلاق ورزشی مهم است. کیرا میگی اخلاق؟ کیرا میگی اخلاق؟ یا بابو واد عادی یا بابو سر بنچ میرم ولی یا نه؟ برو دیگه حرکت کن. دست ورزشی کشتانید بچه کلاب باز بچه تکمندو باز که قواره بردار پوندیده بخچه پوندو کلولو باید گفتم که اینجا رزولتار سمت کو که همین جغلا رو اشتکا در زیر طرف این بازا نمیکنم باز مرا میگه باغ خانه را خراب کردی ما در کوچه براسیم و در باغ خانه تو گوشت تا بگی گوشت کجاست؟ گوشت ها؟ تو استیگه بیاد ها استیگه ها؟ چی میگه؟ ها؟ فکر چرا نمیگیری یک نفر تیر میشه میفهمی که برشانه کلان است؟ باز تیر شده که من اون سرک کلان از اونجا تیر شو زیاد گپ نور که تو تکت گردنده میش بومش بالایت میکنم جنگ میکنی؟ خیلی صبر یک دقیقه آره تو که زیاد دمایی پچولو مرا میزنی؟ خدم هر کس میزنی بزن خدم از ما نزن فهمیدی خدمه و آدم نزن ما در کلاب لب نمیفهم روغن زرد خوردیم دیگه نمیکنم توبه کردیم ایناله ایناله ما پرانوز بوکس نمیزنم چند روز میشه کلاب میره همین روز اول ماسک رفتیم مردم 10 سال میره رقم پوگری نمیکن تو دمی روز اول میشن تو در رقم نمیفهم باش تو با بیله بگیرم از جانت صبر کن یا ای کاش که استاد کلاب تو همی پیش از ورزش بر تو اخلاق ورزشکار باید یاد بده بی تربیه بی اخلاق بی کلاب میگم اونم بی کلاب زد سنجیلای مرا بطر تید کد پس چی کردی بیدار نشدی؟ ما از خبر نشدیم خانه رفتی؟ نه شب چی بلا صدا را انداخته بودی این از اینجا زیاد صدا می آمد از کجا؟ از این منطقه به یک لدو دیم لدو؟ آه چطقمی اینجا کاش که در وسط یک میز می بود ما از اینجا میزدم تو از اونجا ما از اینجا میزدم کی آمد؟ بیا شور نخوره چی میکنی؟ کدام جرم کنم بندی میکنی مرا چی است؟ نه کدام جرم کنم بندی میکنی مرا در بندی خانه باز بندی میکنی اتاق انفرادی مندازمت که انفرادت دستت خلاص کی هستی جبر تو نکو کلانترین دوز بود کلانترین دوز کلانترین مجرم بود در بندی خانه بیچاره در این اواخر یک مسئله که دیگر را پیش گرفته سر دیگر را ویزا گرفته دیگر کشور میره دوزی را اعلا کرده اما او کارش این دوزی است فقط یک رنگ دیگهش مندل کیست؟ امی هست آمر صاحب امی هست درون بندی خانه این صلاحیت گرفتم کل بندی ها را آزاد میکنم آمر صاحب تبریک باشه لباسایت مندل توستی مندل؟ نه ایست آمر صاحبی مندلی مستم. هست بخی بیا کجا بین؟ خلاص شدی بیادر اینجا کتابی که برای برو دیگه بخی کجا برم؟ خلاص شد خانه برو آزاد شدم چرا خوشحال نیستی ای رقم؟ این تا هنوز 4 دفعه رخصت شده اما نرفته 4 سگو دفعه من اینجا دفعه قدر بسیاری پنجم بندی ها معامله دارم تا اونا رو برای من چیز نکنن کلیارنس نکنن ما از اینجا نمیبرایم اوه، چه خوب واژه ها رو یاد گرفتی ولد اینجا اول برم کانتین والا از ما پول قرض گرفته در کانتین بندی خانه سرمایه چی کار دارم هستی دیگه. تلفون تسایکوی چی تسایکو؟ من نمیرم تا اونم حسابای من خلاص نکنن چی کنم بالاخره من چی خدمت حسابای من خلاص که باز میرم من بغیر از اینکه حسابات خلاص نمیشه تو به 10 سال دیگه هم حبس اینجا محبوس شدی امورا 15 کو والا آمر صاحب اوگار میکنی برو من نمیرم موبایل اینجا من است موبایل من از پس کو
اوه عمر صاحب غرض نگی عمر صاحب غرض نگی کش کن دیگه داخل آمدی دستایت بالا والا وردارت میکنم چی میگه این من دستایم بالا بندی میکنی من موبایل بانجا بندی کو بی دستایت بالا این بالا نکنه به خدا میبرم توزه همین جوزه است اینجا میمونه خانه بعد اوزا از شده این خوزه بردی باز بندی که نمیگه بری همین مرحله چرا مستقیم همینجا من نمیگه حساب ما چطور میشه گمش کنم حساب تعالی برو خب آه حساب ما والا عمر صاحب بیغم باش سایکو همین وقت ما که پرا شد از طرف خود جواب بده بگو نمیرن خب خربوزه نمونده بابا از طرف خود جواب بده بگو نمیرن نمیری نه نمیریم نه ما همینجا ساعت مادر بیرون برایم چی کنیم نه کار است دارسی اشتراک کرده نتونیم گرم بکنه ما را بکشن در ختم خیرات رفته نتونیم در نماز در مسجد رفته نتونیم گرم از این که خود درون همین بندی خانه خوب است امنیتش تامین است چی میکنم بیرون گرم نرم خاو کو اگر میتونی یک 4 تا بیادرای از در بیرون امنارم در یگان ما چیز گیر کو در یگان جرم مرم گیر کو امنارم بیار بندی کو یک یک بالا کار دیگه میکنیم یک اتاق دیگه میگیرم همین خانواده رو ینگه میشد یارم اونجا در بندی گور لگی بیار همینجا خلاص اینجا بیا زندگی از غفرانت مجرم ها وارث تبریک باش عمر صاحب لباس سلایت خریداری از این یک دوست کرده تو که میگردی خریدیم از یک جای گرفتیم ما از بندخانه افغانستان تو از بندخانه تاجیکستان